این کتاب رو دوستان عزیز اگر که بتونن نمایش بگذارن، این کتاب المحاسن النفسانیه فی اجوبة المسائل الخراسانیه او خراسانیه، شیخ حسین آل عصفور از علمای بزرگ شیعه هست. این در صفحه 147 این کتاب. بل اخبارهم علیهم السلام، روایات و اخباری که از اهل بیت علیهم السلام رسیده، تنادی فریاد میزند به ان الناصب، که ناصب هو ما یقال له عندهم سنیا. درست. ناصبی کی است؟ ناصبی کسی است که در نزد آنها به سنی مشهوره، سنی مشهور است. پس سنی ناصبی هست. دوستان اگر عزیز اگر لطف کنن کتاب نشون بدن. الشیعه هم اهل السنه، شیعه همون اهل سنت هستن. کتاب آقای تیجانی، دکتر محمد تیجانی السماوی. در صفحه 161 پاراگراف آخری میگه که از تعریف بی‌نیازه که ما خواسته باشیم تعریف کنیم به ان مذهب النواصب هو مذهب اهل سنت و الجماعه. مذهب نواصب مذهب اهل سنت و جماعت است. در کتاب رجال نجاشی در اینجا ببینید یک مطلب جالبی رو در اینجا آورده، در شخصیت 846 که میگه که در آخرین روایت طولانی است، در آخرش میگه که بخاطر استفاده از وقت میگه رضاع الیهودیه و النصرانی خیر من رضاع ناصبه. یعنی اگر کسی یک دایه‌ای برای شیر دادن بچهش میخواد بیاره، یهودی بیاره، نصرانی بیاره، اما ناصبی بهتره نیاره. که ناصبی بیاره. بله.